چکی مرگ بخورین دیگه، به یک جا بخورین دیگه بابا زون. چکی ها خوب شد بیامدی به خیر خیریت. خدا نکنه که تو به یک جایی بری. چرا تو مسئله خالی خوب بیامدن گفتن گوسپندار ببودی دیگه. خب بابا بس اون وقت بقیه داد شده که گوسپندار کی میبره؟ یک روز به تو هم میرسه دیگه. امی کارا وظیفی تو نگیلا. بابا من تماس تو میریش مسئله خاله مگو خاله جو بگیرم کفشیل ما ببره به شرکت گوش کو. بعدش تو متا فرغون که کمر ما شونا ما پاک شونه پلو شدم. خاله تو هونی هم ذره تبع مارتین میبینی؟ ها هونی تبع مارتین من کفشیل به تا فرغون ببردم. شاله شهید شدم گاز کردم وردشم بیاوردم. خاله تو از خوب بچه نداشته که بچه های ببره کفسوله؟ خوب بچه های ببره خود گفتم ببره دیگه. راستی بابا میفهمی چی گفتن؟ چی گفتا؟ گفتن برو به تلفنی هر چی زنگ میزنه میگم مشغوله. نه سیم کارتم یک طرفه شده. گفتن که برو به رمضان بگو که چیز کنه وقت برای کرایه ده کنه بستونه. کی بستونه؟ کی؟ ما برم بستونم. دیگه ما بستونم 5000 گفت بابا گفته برو بستو 2 روزم تیر شده. چرا تو هم میمونی خورده بیامدی نمیتونی سی بدی کرایه ده کنه بستونی؟ بابا من میگه به دست تو نمیده عقل من نمیکشه. یک دم کسی من میجونه. به میمونی خورده که عقل تو میکشه نه؟ بابا خاله ورفتم میت کار دیگه خاله جو روز جمعه نرو. باشه ما بابا شو جمعه نرو. بابا زنگ میزنم که تو ری کنه من نمیتونم از صبح تا حال اینجا گوسپند بچن حال ابرو چکه گوسپندار خو موش میکنن دیگه برو تو. حال بیامدی کار تیار کرده خوش داری. بله بابا حالا بیامده گیلک و ساعت 11 بجه بیامده که تو برو کرایه دکونه بست. تو خواهی ری میکردین دیگه بابا ما از صبح وقت مرور کردیم و مقال شدیم که برو گوسپندار بابا. حالا کمی بیا اینجا گاید بشونو ایشتا نمیفهم بابا. 5000 پولم چیزی که این نمیفهم بابا. 5000 به من 5 لکه. همین تو شما گفتین نمیفهم، مادر ما گفته نمیفهم. یا اگه بفهمیدی هم خورد به نافهمی میزنه. من نمیفهم ازم خورتکی نمیفهم. نه کو بشی برج کو پره شده 1002 میگم 1000 یک روز 2 روز هم تیر شده. نه کو بشی که بابا چی میگم. خوبه میرم بابا دیگه. شما هم یک سر غیر از این که مر به مرجاره کنه. خوبه میگم با مردم بیا هم به شکایت که گوسپندا برفته به تا گندما. خب یا هم اینجا سر خوب از خوب شو پس تو که هیچ کار حاصل نمی 4 تا گوسپند داری تو نمیشه. منم از دگر مگرم وقت بیام که چره ما میمون ایدگل اینا عباس اینا. حالا با تو ساده اکسره فیلت کرده میمون من رقیف من ایدگل رقیف من گفتم میمون ما چیم شو. یعنی رفقات هم مثل تو میتی چیزایم. حالا با تو کلفندوگی بابا من یاد گرفتی. دیونگی 30 سنتی کج را پروشه بیله مرگ بخوره چرا لن همه جا نمیخوریم چیز خاک مرگه. یا الله بفرمایید گیلک جان بفرمایید. بشین گیلک جان. یا الله چیگه پایه خیرتی گیلک شین دیگه. شکر گیلک جان میایید ببخشید تو هم دیکون میرم خوبه. خوبه چای هم میارم تو هم دیکون میام خوبه. چی شد ایدگل میارم اینجا میارم. خوبه کار میکنی گیلک؟ هیچی می ها؟ بله
چه کار میکردی؟ هیچی در خونه شما خراب گفتم تیار کنم. تو در خونه او چی کرده؟ بله. تو در خونه او چی کرده؟ نیه آخه تو کسی دیگه نگاه میکردی؟ کی نگاه کردم دادا. های گیلا تو شرم ها نداری؟ من نگاه حیف اونو نمک ما که تو خودی برارمت گل خجالت نمیکشی به تنه کلام خود شب تو ما بیاد اینجا میمون که تا خوری من نگاه میکنی کی من نگاه کردم عباس؟ من دو دقیقه رفتم من دیگم تو از اینجا نگاه میکنی آخه اونا که هم جا خوار مادر تو نه وقتی بیروشی گیلا وقتی از سرا بیروشی وقتی دیگه وقتی خجالت نمیکشی تنه کلام خود یا الله برو وای حیف تو گله من تو برام تو به خونه ما را دار که تو میمون کنم رفتم پیکنیک گاز کنم که تو زغون چای بیارم تو هم تا چنگ در این نگاه میکنی مده من که تو دقیقه دیکن رفتم بابا من کی نگاه کردم من در سراش خونه شما کنده بدم گپ مفتن از بیشرف بیایا ما برام خواهم که مثل تو هر چیزا خونه میمون نکنه تو هم برو تربیه و ادب یاد گیر اکبا میمون مردم شو دیگه تو یه 4 بار دیدم گیره نکن بده که تو سه لحظه کن بیش از سلام مهرم بخورم سلام شما وای سه که تو بعضی مردم اشته بی شرم بی حیا شدم میای اون به خونه میمون میکنه ما رفتم که پیکنیک گاز کنم باید دو دقیقه زمین دیکن یعنی خودت تنه کلام خجالت نمیکشه از چنگ در این نگاه میکنه خدا رو بشم که من برون در وا کنم در بخور به پینک دیگه که تو به 4 بار بدیدم عباس چگاه میکنی؟ چرا؟ ما برو بابا صاحب گیلا کجا شد؟ گیلا کجا شد؟ او را میتونی تو چپات محکم بزنم او را از سرا رخصت کردن که برای کار دیونه شدی تو؟ میمون روانم میزنه میمونه او ما رو بردم به خونه بشوندم گفتم گیلک جان ببخشید میرم این پیکنیک گاز کنم باید 2 دقیقه وقت که پیکنیک دیکون گاز کنم بیامونم به سلام میبینم که چنگ در خونه میته این نگاه میکنم تا دلیزه نیه خدا رو بشم که من در واقعا در بخورد پینکی رو شوخی میکنی راست میگی؟ اشته راست میگم کجا شو؟ او رخصت کنم که بره یه عجب کاره والله اشته کاری در نگاه میکن در این نگاه میکنه دارا خدا رو بشم میگم من که بیام در واقعا که من دقیقه خونه دیدم در پینکی خود او آدم سادی عوض شما میگه سادیه ساده نگیر از آدم جور بدتره حالی رخصت کردی؟ رخصت کردی دیگه بسیار آدم نده خیر بیدک دیگه لالا شما چه دفاع میزنی؟ سادیه از آدم جور بدتره دیگه رو به خونه رو نده لالا حالا کجا میبری؟ میرم بازار سویدار بسپارم جای دیگه که با تو کار دارم خوبه؟ خوب بخیر بری دل دارم دل دیوانه دارم سیم جان بابا این کلی کن نیه کلی در باغ تو سی کتو کسی بچه به تا باغ نیه بگو بله تو شرمایانه داری؟ بله تو شرمایانه داری؟ شرمایا؟ شرمایا کی نه؟ تو غیرت داری؟ نه اگه شخص به خونه تو میمون بیایه که تو بری برای چای لقمه نونی بری تو بیاری اگه کس از در خونه تا دلیس سرا شما کلکشک کنه مادر تو خوار تو اینا رو سه کنه آیا کار خوبیه؟ بد میکنه مثلا تا خونه مادر من پیار من سعی کنه تم بد کردی که بیامدی به خونه مسا کنون نمک مرم بخودی ما قول فدا من بد کرده باشون که لقمه نون شما به دهن زله باشون گپ کم کن دیگه ما کی من اون بچه‌ها میشه بیعقله که خودت تو رابطه داره و خمیشی داره تو جوان به در نشدی من میگم بیعقل بی کمال من گفتم در خونه شما گپ کم کن قلفی خرابه چرا قلف خراب باشه عباس
باز با چی شما تو بیا بکم تاکیشو میزنم با بله ما بچه خبر که من دیگه نمیام میمون شما برو نمیشه دیگه تو نبینو پاها تو میشکنم چهار طرف سرا خوب ببینی تو چهار طرف سر خور فقط من بدیدم سعی کردم